این بخش بعدی آخرین چیزی که اگزامینر را بهش نگاه میکنن برای اینکه نمره بدن به در واقع اسپیکینگ شما بخش پرونانسیشنه که خب خیلی واضحه، در واقع همون تلفظتونه. حالا چه چیزایی رو در نظر میگیرن در خصوص پرونانسیشن؟ Using pitch and stress to highlight keywords or show attitudes and emotions. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما زمانی که مثلا به زبان مادری خودمون صحبت میکنیم تون صدامون خیلی متفاوته، در واقع اون احساساتی که داریم نشون میدیم توی صحبتمون خیلی متفاوته. یعنی مثلا من زمانی که دارم همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اگه دقت کنی تون صدام بعضی جاها میره بالا، بعضی جاها میاد پایین. یه مثلا برای گفتن بعضی کلمات آروم صحبت میکنم، بعضیشون رو بلندتر میگم و هممون توی زبان مادریمون این کارو میکنیم. حالا یه مشکلی که توی انگلیسی پیش میاد اینه که دانش آموزا فکر میکنن که خب انگلیسی یک زبان رسمی خیلی سختیه و من باید رسمی صحبت کنم. وقتی میرم در واقع تست اسپیکینگ آیلتس رو بدم باید خیلی رباتیک صحبت کنم و این کاملا اشتباهه. Let me give you an example. مثلا بذار همین جمله رو نورمال بخونم. اگه بخوام خیلی عادی این جمله رو بخونم میشه using pitch and stress to highlight keywords and show attitudes and emotions. این یه حالت خیلی نورمال و نچراله برای خوندن این جمله. حالا جوری که اکثر دانش آموزا میان و این جمله رو میگن اینه که using pitch and stress to highlight keywords or show attitudes and emotions. این به گوش اگزامینر مثال دومی اصلا خوب نمیاد. میتونی بهم حالا نظر خودتو بگی چرا فکر میکنی اینجوریه؟ Because it's remain if I want to say musically, it remain on the same line and don't change any don't change your tone, and I think it make the examiner unsatisfied because of the tone. I think using pitch means okay. So pitch همون چیزی که الان استفاده کردم که مثلا بعضی جاها رو مثلا intonation. آره بعضی کلماتو حالا با صدای بلندتر بگی، بعضیشون رو با صدای در واقع پایین‌تر بگی. و دلیلی که آوردی کاملا درسته. اما دلیل اصلیش اینه اصلا چرا این براشون مهمه. این براشون مهمه که مثلا فرض کن شما فؤاد 2 ماه دیگه رفتید استرالیا و مثلا توی کافه دارید با مردم صحبت میکنید و صحبتتون کاملا رباتیکه و مثلا اینجوری صحبت میکنید که خب hello, how are you, what are you doing today, yes I am fine. این خیلی آزاردهنده است برای حالا کسایی که اونجا دارید باشون صحبت میکنید و خب اینجوری میشن که خب چرا اینجوری داره صحبت میکنه و اصلا طبیعی نیست. در صورتی که اگر مثلا با همچین در واقع تونی صحبت بکنید که oh how are you doing, hello I'm fine, did you have a good day, did you have a great day, این خیلی طبیعی تره و نشون میده که اون فرد راحته با انگلیسی صحبت کردنش. Okay. Right. So, one thing that you need to be careful of with your pronunciation is that your speech has to sound very normal. Like you need to sound like you're talking to a friend when you're taking the IELTS speaking test. Like you need to have emotions in your speech, you need to show your attitude, you need to put stress on certain words, and completely comfortable and natural speech always wins. Okay? Okay. حالا نکته بعدی clarity and natural use of sounds, word stress, rhythm and intonation. پنجره من باز خیلی صدا میاد ولی خب اشکال نداره. No problem. اوکی. این در واقع این هم دقیقا شبیه همینه. این خیلی نکته متفاوتی از این یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع از کلمات خیلی
نچرال و خیلی طبیعی و راحت استفاده بکنید و خیلی اینجوری خشک و رباتیک صحبت نکنید. پرونانسیشنتون کاملا راحت و کاملا طبیعی باشه. حالا نکته بعدی. Oh, you can take that if you want. Yeah. I declined. I will call it later. Okay, go ahead. Okay. خب نکته آخر بگیم که تموم شد. So clear word stress so the listener doesn't struggle to understand you. اینم دوباره برمیگرده به همون. یعنی همین یه دونه نکته رو اگه رعایت بکنید، اگه صحبتتون طبیعی باشه و واضح باشه و جوری باشه که انگار مثلا دارید با یه دوست یا با یه عضو خانواده‌تون صحبت میکنید، پرونانسیشنتون احتمال زیاد اوکیه و خیلی کار خاصی نداره. اوکی؟ Okay.